مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیمی زنگ میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، اینجا رسانه پشت پرده است و بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید که اگرم سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ این پایین است نوشته سابسکرایب و اگرم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید که هم ما تعداد مخاطبان بیشتر بشه، هم شما بتونید ویدیوهای قبلی ما رو ببینید، ویدیوهای جدید ما رو به لحظه ببینید و کلا همه در کنار همدیگه خوش و خرم یه نون افشاگری دور همدیگه بخوریم. امروز در برنامه پشت پرده براتون یه ویدیوی جنجالی و پشمیزون داریم که خیلی از دوستان به من پیام داده بودن، دایرکت دادن که آقا در خصوص آقای گلزار و مراسم شب هجله هست، اون مراسم بعد از مراسم عروسی تصاویر پخش کن ما ببینیم و حالش رو ببریم که امروز من یه سری تصاویر برای شما پخش خواهم کرد، یه سری افشاگری های پشمیزون از گلزار و خانمش آیسان خواهیم داشت که اگر این ویدیو رو تا انتها ببینید کرکوپر و پشمتون خواهد ریخت و یه سری حاشیه هایی که این وسط اتفاق افتاده که باعث شده بسیاری از هواداران دو آتیشه گلزار بعد از شنیدن خبر عقد و ازدواج گلزار که اولش باور نمی‌کردن اما بعدش که دیگه به یقین رسیدن راهی بیمارستان بشن، خیلیشون خودکشی بکنن. از این صحبت‌ها که راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد که البته مقصر اصلی این اتفاقات رو من خانواده های این افراد میدونم که در استودیو ما هم بسته شد، نمیدونم صداش اومد یا نه، ولی در صورت بعد از انتشار خبر ازدواج آقای گلزار شما وقتی استوری هواداران گلزار رو بررسی میکردید کرکوپر و پشمتون میریخت. نمونه‌ای از این استوری ها رو ببینید که یکیشون نوشته قلبم شکست، دیگه هیچ وقت اون آدم قبلی نمیشه. یکی دیگه از طرفدارا گفته که برات آرزوی خوشبختی میکنم با اینکه من از امروز بدبخت‌تر شدم. یکی دیگه شون گفته که از لحظه‌ای که فهمیدم دیگه تمام زندگیم سیاه شد، چطوری تو رو در کنار یکی دیگه تصور بکنم. خلاصه انواع و اقسام استوری های سبک چسناله‌ای که حالا مثلا یکی دیگه گفته که خالی میشم و یکی دیگه گفته هنوز دوستت دارم. خلاصه یه وضعی همونجوری که من پایین این ویدیو نوشتم علت اصلی این اتفاقات خانواده ها هستن. البته قبل از خانواده ها یه قدم جلوتر اون سیستم حکومت و اون کسانی که در رأس اون حکومتن و دارن وظیفه فرهنگسازیشون رو مثلا انجام میدن، وظیفه اونها بوده که رفتارشناسی رو برای نوجوانها و جوانها یاد بدن که چطوری با سلبریتی ها برخورد بکنن، سلبریتی هایی که خیلی ها ازشون اسطوره و بت میسازن. اما ماجرای گلزار و خانمش آیسان بسیار پیچیده و عجیب و غریب همراه با حاشیه‌های زیادی که امروز برای شما یه سری از این موضوعات رو میگیم، یه سری تصاویر هم مراسم عروسیش و عقد شنا برای شما پخش میکنم که خیلی از دوستان دایرکت داده بودن که پخش بکن ما ببینیم حالش رو ببریم. حالا چه حالی داره من نمیدونم. اول از یک سوال شروع میکنم. فکر میکنم که این سوال یه جرقه‌ای رو تو ذهن مردم و توی ذهن هواداران دو آتیشه گلزار ایجاد خواهد کرد. گفتم دیگه ما در رسانه‌مون با توجه به اینکه بسیاری از هواداران گلزار و بسیاری از خانواده هاشون توی این چند روز گذشته با توجه به اینکه ما اخبار عروسی آقای گلزار رو پوشش دادیم به حال طرفدار برنامه پشت پرده شدن یا ویدیوهای برنامه پشت پرده رو دنبال میکنن، فکر میکنم که فرصت مناسبی باشه ما راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. هرچند وظیفه ما در رسانه پشت پرده نیست، وظیفه اون حکومتی که به حال بودجه اون مملکت رو چپاول میکنه و این موضوعات رو به مردم نمیگه. رسانه هاشون هم که اونجا کاسب شدن و فقط پول میگیرن و هر آن چیزی که دوست داشته باشن پخش میکنن. پس طبیعتا من حقیقت این قضیه برام یه دین بود که بیام صحبت بکنم و راجع به این قضیه بگم. موضوعی که هستش این هستش که یه سوال وجود داره و با این سوال من افشاگریمو شروع میکنم. چرا آقای گلزار خبر ازدواج خودش رو به صورت رسمی در پیج اینستاگرامش اعلام نمیکنه؟ ببینید الان شما برید پیجش رو نگاه بکنید، یه عکس گذاشته
نمیدونم، حالا من چون ورود نزدم نمیتونم اکثر رو زوم بکنم تو اینستا، برید ببینید عکس گذاشته و نمیدونم رفقاشو تگ کرده دیگه. عباس باتری ساز و سکین سبزی فروش هم میدونن عروسی آقای گلزاره. چرا به صورت رسمی نمیاد این قضیه رو اعلام بکنه؟ یا به نوعی چرا از هواداران خودش تشکر یا بعضیاشون معذرت خواهی نمیکنه بابت این اتفاقات تحقیق افتاده؟ به نظر من این نوع رفتار به نوع توهین به هواداران گلزاره. چرا توهینه؟ به حال میدونید که هوادارها بخش جدایی ناپذیر حیات یک سلبریتی هست. یعنی اگر یک سلبریتی هوادار نداشته باشه عملا دیگه حیاتی نداره، عملا دیگه نه کسی بهش پیشنهاد فیلم میده، یا اگر اصطلاحا خواننده باشه نه تهیه کننده میره دنبالش، نه کنسرت گذاری میره دنبالش که براش کنسرت بذاره. در دنیای سلبریتی هایی که بازیگر هم هستن این قضیه وجود داره. اینکه نمیاد چرا اعلام بکنه خودش یک علامت سوال بزرگه که گلزار این اتفاق رقم نمیزنه. نکته بعدی این هستش که گلزار استاد ساختن حاشیه و تو اوج مودن در حاشیه به همراه بازوهای رسانه‌ای که داره هستش. البته من دیده بودم که یه آدمی که خیلی ادعاشون میشد نمیدونم خودشون روشن فکر میدونن، نمیدونم پیج زدن فکت پشمکیان، نمیدونم فکت گوسفندیان نشستن و دارن صحبت میکنن، میگفتن آره آقای گلزار رفته بود چند روز پیش در یک مراسمی پول داده بود، هوادارا جمع شده بودن و به حال داشت محبوبیتش قهوه‌ای میشد، تصمیم گرفت که یک مراسم ازدواج رو برای خودش برگزار بکنه که حاشیه‌ها رو بشوره و ببره. عزیز من یه چیزی رو که وقتی میخوای بگی راجبش یکم فکر کن. مراسم ازدواج خود اون آدم دخیل نیست، یه دختر دیگه هم داخلش دخیله، اون دختر خانواده داره. راجع به خانواده داشتم صحبت کنم. بعد مراسم ازدواج چیز الکی نیست، شما باید برنامه‌ریزی بکنی، تالار بگیری، آرایشگاه بگیری، بیل خر بگیری، بعد نمیدونم مهمونا رو دعوت بکنی تایم داشته باشن. 10 روز پیش اون اتفاق بود، 10 روز بعد مراسم عروسی بود. اصلا این مراسم عروسی از 1 ماه قبل مهماناش دعوت شدن، قبل از این اتفاقات. من ساقی این افراد رو اگر پیدا بکنم حتما ازشون جنس میگیرم، چون توهمات جدیدی میزنن. اما از اون طرف آقای گلزار گفتم دیگه استاد تولید حاشیه است و حفظ شهرت رو انجام میده. ببینید واقعا یک هنره که شما مشهور باشی و همیشه بتونید در دید قرار بگیری. یعنی موقعی که در شهرتی بتونید در دید هم قرار بگیری. با چند تا نمونه مثال و فکت به شما این قضیه رو اثبات خواهم کرد. آقای گلزار موقعی که تو گروه آریان گیتار میزد، یعنی اواخر دهه 70، سال 79 80 81، به گواه خیلی از اعضای گروه آریان وقتی که تمام گروه وارد سالن می شدن و مردم تشویقشون می کردن، گلزار چند دقیقه دیرتر وارد سالن می شد به عمد که مردم دوباره فقط به خاطر گلزار و مشهوریتش تشویقش بکنن. خب این یک هنره و به نظر من آدما روش فکر میکنن که چجوری بتونن همیشه توی بورس بمونن. میتونم برای شما تصویر یکی از کنسرت های گلزار رو هم پخش بکنم. وقتی که تمام اعضای بند اومده بودن توی سالن و آقای گلزار جدا اومد و وارد سالن شد که اصطلاحاً گیتار بزنه. ویدیوشو برید توی یوتیوب ببینید، بزنید ببینید تمام اعضا روی استیج هستن و بعدش گلزار وارد سالن میشه. به نظر من این یک هنره که گلزار بتونه همیشه در شهرت خودشو باقی نگه داره. از اون طرف وقتی خبر اومد که آره چند تا دختر عاشق گلزار شدن و یکی از دخترها اومده از گلزار خواستگاری کرده، شما فکر میکنید که خواستگاری کردن اون دختر از آقای گلزار اتفاقی بوده؟ نه دوستان من، این قضیه یک شیطنت رسانه‌ای بوده برای اینکه بتونن گلزار رو پروموت بکنن
و اصطلاحاً بگن که آره همه نسل ها عاشق گلزار، این تفکری که گلزار دارم از بود روانشناختی به این قضیه نگاه میکنم. به افشاگری های آیسان اینا میپردازیم فیلم یکم جلوتر. اینا رو گفتم که بعدش اونها رو هم به شما بگم که بگن گلزار همه نسل ها دنبالش میکنن، همه نسل ها نمیدونم عاشقشن و از خودش یک سلبریتی تمام عیاری که همه عاشقشن ورزش میکنه، یک آدم موفق موزیسینه غالب بکنه به جامعه. نگاه کنید این ویدیو رو و به صحبت‌های اون یارو مجری پشمک خیاری تیوی پلاس که خدنگ گلزاره. میدونید که تیوی پلاس خدنگ گلزاره و گلزار بهش بگه بمیر میمیره، بهش بگه زنده بشو زنده میشه. از این صحبت‌ها ببین چی میگه. میگه ما اومدیم و شما رو رسوندیم به آقای گلزار. یعنی شما فکر کن که این قضیه با گلزار هماهنگ شده نباشه و قشنگ نشون میده که این موضوع یک شیطنت اصطلاحاً رسانه‌ای، غالطاق بازی نیستا. شما فکر نکنید که این قضیه غالطاق بازی، یک شیطنت رسانی برای اینکه در اوج بمونه و محبوب بشه و ویدیو وایرال بشه تو فضای مجازی. اکسپلور اینستاگرامو که باز می‌کنی گلزار به پاشه بیرون، خواستگاریش به پاشه بیرون. از این صحبت گوش بدید. ما تونستیم که رو در رو کنیم ایشونو با ستاره محبوبشون آقای رضا گلزار. همین لحظه حس واقعیتون بعد از این گفتمانی که اتفاق افتاد؟ حقیقتا یکم به شک افتادم. بله حالا خودتون مصاحبه رو برید ببینید، خودتون متوجه خواهید شد. پس این نوع شیطنت‌های رسانه‌ای وجود داشته و گلزار هم در بسیاری از این شیطنت‌های رسانه‌ای دخیل بوده. اما اون ماجرای این که مثلا خیلی از مردم جمع شدن در اون نمیدونم فروشگاه اونو من نمیپذیرم. خب به هر حال گلزار با همین شیطنت‌های رسانه‌ایش تونسته برای خودش طرفداران زیادی رو جذب بکنه. حالا صرفا این طرفدارها بچه‌های مثلا جردن و نیاوران و ونک و اون صحبت‌ها نیستن. شاید مثلا بچه‌های نمیدونم حلبی نمیدونم چی باشن، روغن نباتی باشن، خب مثلا مال یه جایی دیگه باشن که طرفدار گلزار بوده باشن، اما به هر حال طرفدار داره و دنبالش میکنن. و بعد از اون خبر ازدواج دختری که اگر خودش در سن 20-21 سالگی ازدواج میکرد، الان دخترش هم سن و سال بود، خب به هر حال بسیار جنجال ایجاد کرد. و گفتم دیگه که گلزار هم سن بابای آیسان هستش. اینجا شغل باباش هم قبلا باش تلفن هم صحبت کردم، میبینید که باباش کارشناس امور مالیاتی. یه عکس خیلی خفن هم از باباش داریم اینجا که دارن برای خودشون فکر کنم جوجه میزنن و اینا، پیاز اگر اشتباه نکنم و اینا. واسه عکسای ناب براتون آوردم کرکوپرتون بریزه. اینم عکس بچگیای آیسان هستش. شروع کنیم راجع به این قضیه هم صحبت کردن و اینم خود آیسان فعلی هستش. اما چرا میگم که خانواده ها نسبت به این حوادث و اتفاقات تلخ مقصرن؟ به خاطر اینکه نمیان مهارت جستجوگری رو یاد بدن به بچه ها و وقتی طرف ویترین گلزار رو میبینه فکر میکنه که اون طرف واو چه آدم خفنیه، واو چه آدم عجیب غریبیه. و از اون طرف چرا میگم حکومت و سیستم هم تو این قضیه مقصره؟ به خاطر اینکه وقتی شما طرفدار یه شخصی میشی، مثلا طرفدار گلزار، اگر من بیام راجع به این قضیه صحبت بکنم، هیچ وقت دوست ندارن که راجع به بوتشون نقد بشه، راجع به بوتشون صحبت بشه. اگر من یه نقدی بکنم هوادارش میریزن و کامنت میذارن و حمله میکنن. این همیشه هست. سلبریتی پرستی یا اصطلاحاً تو همون مایه های بت پرستی همیشه بوده که گلزار هم همیشه تونسته این قضیه رو خوب مدیریت بکنه. ولی از اون طرف رفتارهایی که گلزار انجام میداده یا خیلی از سلبریتی ها انجام میدن، از لحاظ روانشناختی یه نوع توهم صمیمیت ایجاد میکنه. چطوری؟ وقتی که گلزار میره زیر پستاشون لایک میکنه، کامنت میذاره و اصطلاحاً تو گروه‌های هواداری میره وایس میذاره و صحبت میکنه، این قابل توجه خیلی از سلبریتی ها و بازیگرها
که توهم صمیمیت ایجاد میکنه که به اینها در اصطلاح روانشناسی میگن غریبه های صمیمی. دارم رفتارشناسی رو میگم که دیگه ما شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. شاید یه عده بخندن، شاید یه عده بگن که اینا چه آدمای اسکلین، اینا چه آدم، ولی اینها خیلی از آدمهای همون مرز و بومن که توی رسانه ها وقتی این صحبت ها نمیشه، وقتی این حرفا گفته نمیشه، این اتفاقات تلخ هم رقم میخوره. برسیم به آیسان و یک عکسم از داداشش بذارم. حالا شروع بکنیم. آیسان موقعی که گلزار داشت سریال عاشقانه ها رو بازی میکرد با یک پسری دوست میشه به اسم حمید رضا. این دوست پسر آیسان بوده. وقتی که گلزار آیسان رو فالو میکنه و باش چت میکنه، میاد این حمید رضا رو میپیچونه و میره با گلزار تیک و تاک میذاره و خیلی شیک و مجلسی دورش میزنه. بعد از اون هم دیگه با گلزار وارد رابطه میشه. حتی یه دونه شرکت هم زدن اینجا به اسم آواتیس. گویا این شرکت، حالا من نمیدونم ولی خب منابعی که من داشتم گفتن که این شرکت گویا مال آیسان هستش، که حالا نمیدونم شرکتی هستش که احتمالاً محصولات آرایشی زیبایی تولید میکنه. بعد ببینیم که آیا چقدر این قضیه صحت داره. راجع مراسم عروسیش هم به شما بگم. اینم حلقه ازدواج گلزار که اسم آیسان و ام که محمد رضا گلزار هستش، ام روشو میبینید و اینم کارت دعوتشون هستش که از ماها قبل این کارت دعوت اصطلاحاً به دست خیلی از این افراد رسیده بوده و گفتن دیگه در تدابیر شدید امنیتی این اتفاق افتاده. اما یه سری افراد میگفتن آقا فیلم شب هجله و نمیدونم چی داشو پخش بکن، موضوعی که حالا خیلی ها دنبالش بودن. دوستان عزیز، چه انتظاراتی از ما دارید؟ یعنی شما فکر کردید که ما تو رسانه‌مون این تصاویر رو پخش میکنیم؟ اگه یکی نمیدونم فیلم هجله خواهر برادر خودتو پخش بکنه خوشت میاد که الان با علاقه میخوای ببینی و دایرکت میدی و کامنت میذاری که آقا این تصاویر رو پخش بکن؟ دقیقا این آدما همون آدمایی هستن که میگن آقا پخش بکن، بعد وقتی که پخش میکنی میگن فلان فلان شده، فلان فلان شده، چی 4 تا فوش هم میدن و 4 تا فوش خواهر مادر میدن و میان جست روشن فکری میگن که آره نمیدونم تو آدمی هستی که آبروی آدم‌ها رو میبری و اصطلاحاً شعور این چیزا رو نداری. خلاص تو اینا رو میکنن که مثلا خودشون بگن ما خیلی آدمای فهمیده‌ای هستیم و همین فهمیم تو آدم بیشوری هستی که اینا رو پخش. در صورت این موضوعاتی بود که من حتما باید میگفتم و خیلی از پدر مادرها و خیلی از تینیجرها، بچهای کم سن و سال، واقعا یک سوال از خودتون بکنید. 2 سوال 3 سوالی که من همیشه میپرسم: چرا هوادار این شخصی؟ میتونی، حالا من منظورم حالا ممکنه گلزار باشه، نمیدونم ممکنه یه خواننده باشه یا یک شخصی که کار هنری میکنه. همیشه با خودتون سوال بپرسید که چرا هوادار این آدمم؟ چه ویژگی های این شخص داره که بقیه ندارن؟ چه چیزی باعث شده که من علاقه‌مند به این آدم بشم؟ آیا در کسای دیگه نمیتونم این قضیه رو جستجو بکنم؟ فقط یک چهره زیبا و یک استایل زیبا میتونه دلیل انتخاب باشه. و خیلی از دوستان من دیدم تو توییتر و جای مختلف هم نوشته بودن که ای کاش زن گلزار از اون کسایی باشه که گلزار ازش حساب ببره و اجازه نده که دیگه گلزار کاراشو ادامه بده. یعنی همون خوانندگی و بازیگری که داخلش به صورت آب تو خیاری بازی میکنه، همون نوازندگیشو انجام بده. در هر صورت مرسی که تا این لحظه ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون از شما.